مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابقه یادتونه یعنی تیمی میگه که منم داشتنی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز پس از مدت‌ها می‌خوایم افشاگری بکنیم در خصوص فساد در صنعت پررونق سینمای ایران و البته بازیگرایی که دارن در این صنعت پررونق خوش می‌درخشن و امروز راجع به دعوا و درگیری و گیس و گیسکشی این دو نفر با شما صحبت بکنیم. خانم الهام حمیدی و نیوشا ضیغمی که البته بی ربط به ماجرای طلاق نیوشا ضیغمی هم نیست و ببینید که در پشت پرده این بازیگرایی که یه عده از اینها بت و خدا و آدم قدیس میسازن، یعنی اگر بشنوید پشت پرده و ماجراشون چیه قطعاً کرکوپر پشمتون خواهد ریخت که امروز برای شما یه سری اطلاعات پشمیزون داریم. اگر برسیم و ویدیو هم طولانی نشه راجع به رالیتی شو پدرخوانده هم صحبت خواهیم کرد، شویی که حالا جدیداً سعید ابوطالب به جای مافیا آورده و داره اجرا میکنه در پلتفرم‌های اینترنتی و راجع به تقلب‌هایی که در برنامه مافیا هم اتفاق میفته به شما خواهیم گفت. قبل از اینکه من این دعوای این دو نفر رو به شما بگم چند تا نکته بگم که حتما پیج اینستاگرام من رو فالو کنید. امین فردین زیرم من الان زیرنویسش کردم. 2-3 تا پیج دیگه هم دارم که تو همین پیج امین فردین من کلا 3-4 نفر رو فالو دارم که اونها فقط پیجای اصلی من هستن، بقیه پیجا فیکن و دارن از اسم ما سوء استفاده میکنن. و نکته بعدی هم این که حتما کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو اگر دوست داشتید ویدیوها رو و دوست داشتید ویدیوهای جدید ما رو هم ببینید سابسکرایب کنید یا اصطلاحاً عضو بشید. دکمه قرمز رنگ این پایین هست نوشته سابسکرایب یا همون مشترک شدن و زنگوله رو هم بزنید که بتونید ویدیوهایی که به لحظه میاد و جدید میاد و خیلی سریعتر از بقیه ببینید، چون اطلاعاتی که ما عموما میدیم اطلاعات به روز، خصوصا دعوای این دو نفری که بهتون بگم فیوزتون میپره. پس حتما کانال پشت پرده رو اگر سابسکرایب هم قبلا کردید چک کنید ببینید سابسکرایبتون مونده یا پریده. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. ما نشان نقره یوتیوب رو دریافت کردیم، خواهش میکنم ما رو سابسکرایب کنید. دوستان عزیز برای بار چندم دارم میگم ما رو سابسکرایب کنید. آقا سابسکرایب کن که میخوای چیکار کنی؟ لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. بله برسیم به اصل ماجرا. میدونم الان کامنت میذارید بابا چقدر زر میزنی دیگه، اینقدر مقدمه که برو سر اصل مطلب ببینیم چی میگی. چش، ولی خب یه سری از این موضوعات رو من باید حتما قبلش بگم. اما میدونید که چند وقت پیش خبر رسید که نیوشا ضیغمی از همسر خودش آرش فولادخان اگر اشتباه نکنم جدا شد و این قضیه هم حسابی در فضای مجازی وایرال شد که نیوشا ضیغمی جدا شده. اما راجع به ماجرای آشناییشون من قبلا در ویدیوهای قبلی گفتم، خب شاید خیلیاتون ویدیوهای قبلی رو ندیده باشید و اصلا از همین ویدیو مشترک ما شده باشید. بهتون بگم که نیوشا ضیغمی رفته بود به اصفهان برای یه دونه کار فیلم برداری. لوکیشن یکی از این فیلم برداری ها یه دونه مغازه بود که حالا نقره فروشی بود و چیزهای لوکس میفروخت و صاحب این مغازه همین آرش خان بودن. آرش خان اون موقع یه دونه زن داشت و یه دونه بچه و خیلی هم آدم معتبری بود توی اصفهان و اینا. و نیوشا هم میگه که اوه افتادم با اونجام تو عسل، یا آدم پولدار خورد به پستم و خلاصه مخ این آرش رو میزنه و اوایل آشنایشون حسابی این قضیه وایرال میشه که آره نیوشا یه دونه شوهر پولدار کرده، قراره این شوهر سرمایه گذاری بکنه تو فیلم ها و سریال های مختلف که همین هم شد. 2-3 تا سریال هم سرمایه گذاری کرد، ولی از اون طرف زن و بچه خودش رو ول کرد و پشت کرد به زن و بچه خودش اومد تهران. حتی زنش به همراه بسیاری از کسبه های قدیمی بازار اصفهان هم رفته بودن تهران پیش وزیر ارشاد، نامه زده بودن به حراست ارشاد که آقای نیوشا خونه خراب کنه و چنین و چنان و اومده توی زندگی همسر این شخص و خلاصه زندگیشون هم وزارت ارشاد هم گفت آقا به من ربطی نداره، اصلا به من ربطی نداره، اسم شخصیش بوده. جدا شد اومد با نیوشا ضیغمی ازدواج کرد. اما بعد از چند سال
خبر رسید که این 2 نفر جدا شدن. ماجرا از این قرار بود که این همسر نیوشا ضیغمی میاد و یه دونه خونه میخره. از کی میاد این خونه رو میخره؟ از دخترعموش. از دخترعموش یه دونه خونه رو میخره و چند تا چک میده. یکی از این چکا 15 میلیارد تومان بوده و اصطلاحاً نمیتونه پاسش کنه. توی این بیزینس ها و چیزهای دیگه حالا ربطش به این الهام حمیدی چیه؟ میاد از شوهر الهام حمیدی علیرضا صادقی اگر اشتباه نکنم که خیلی هم تو فضای مجازی این 2 نفر ماجراشون سر صدا به پا کرده بود و اتفاقات عجیب و غریبی افتاده بود. میاد از شوهر الهام حمیدی 5-6 میلیارد هم اصطلاحاً پول نزول میگیره. فکر کنید تخصص این آقای اینه که پول نزول بده، یعنی کثیف‌ترین نوع پول در آوردن پول نزول دادنه. یعنی شما ور میداری نون میزنی تو بدبختی مردم. دقیقاً کاری که بانک‌های ایران هم دارن انجام میدن. خلاصه تو اون ایری بیری که شوهر نیوشا ضیغمی افتاده بوده زندان، اینا ور میدارن و میرن در خونه نیوشا و میگن که آقا ور دارین پول ما رو بده، این پول ما رو چرا نمیدی؟ و اونم نداشته بده. عملا چون اینا هم بگم 15 میلیارد تومان چون به دخترموش بدهکار بوده نتونسته پول رو پاس بکنه و حکم قطعی صادر شده بوده، میره زندان. شوهر نیوشا ضیغمی تو همینه که میره زندان، نیوشا میگه ای بابا نمیدونم این آدم رخکار آدم پولدار میومد و چه این و چنا، من با این زیبایی و کمالات و چیزهای مختلفم بعد برم با یکی دیگه، تصمیم میگیره جدا بشه. یعنی در برهه‌ای که شوهرش در زندان بوده. کارمای زندگی اینجور آدمو میگیره دیگه. آرش جان شما که زن خودت رو ول میکنی و میری، این اتفاق هم میفته دیگه، هم تو رو ول میکنه میره با یکی دیگه، دور هم دیگه خلاصه تصمیم میگیرن که جدا بشن. البته قبل از اینکه بخواد نیوشا ضیغمی با این آرش دوست بشه، با یه شخص دیگه دوست بود به اسم مهدی صفایی که اصلا اون مهدی صفایی بذارید من الان تو اینترنت هم همزمان عکس مهدی صفایی رو هم بهتون نشون بدم میاد و بذارید همینجا یادم رفته بود که آمادش بکنم این عکسش. حالا بحث شده، حرف تو حرف شد، بهتون یه دونه از عکسای مهدی صفایی نشون میدم که ایشون یه عکس خوشگلم براتون پیدا کردم، چقدر سریع. این آقای مهدی صفایی هستش که قبلا هم توی برنامه دوره همی و جای مختلف هم رفته بوده و شرکت کرده بوده. کرد کرمانشاه هم هست، منالن کرد رفیق ما هم هست. حالا شاید شاکی بشه من بگم و اینا، ولی میگم خلاصه اصلا ایشون نیوشا ضیغمی رو آورد توی اصطلاحاً سینما و معروفش کرد و مشهورش کرد و یه شرکت بادیگاردی داره. یه مدت یادتون بود بازیگرا واسه رخ کار چوسی بادیگارد میذاشتن دور اطرافشون. این کرم این مهدی صفایی بود و اون البته پیشنهاد خود بازیگرا هم بوده دیگه طبیعتاً. خلاص این بازیگرا بادیگارد میگرفتن و از ایشون البته خود آقای مهدی صفایی از کارآفرین‌های موفق ایران، راجع به موفقیتش هم به شما بگم که کلا یه بیزینسمن موفق و شاگردای خیلی زیادی هم داره. این ور قضیه موفقیتش رو هم من بهش تحسین میگم. اما برسیم به نیوشا ضیغمی که بعد از اینکه مهدی صفایی میارتش تو سینما و معروف میشه، یه جایگاهی پیدا میکنه، اونو هم دور میزنه میره با شریفینیا و کسای دیگه حالا بماند. بعدش هم میاد با این پولادخان رو هم گردش میکنه. موقعی که در زندان بوده الهام حمیدی با شوهرش میرن در خونه نیوشا ضیغمی عربده کشی و گیس کشی که آقا ورد پول ما رو بیار بده، نمیدونم فرش خونه چقدر میارزه، فرش خونه رو بده و چه این و چنا. خلاصه چند نفر وساطت میکنن و اونجا و دعواشون فکر کن 2 تا بازیگر مملکت، فکر کن عربده کشی تو خیابون این ور اون ور، داداش این 5-6 میلیارد ما رو ورده بیا بده. این پسرم پولدار نیست، خودش توی نمایشگاه کار میکنه و پادوی اون نمایشگاه سالا نوایی هم رسیده. میاد چیکار میکنه این شوهرش؟ با یه شخص دیگه ای که نمیدونم سپاهی بوده، اطلاعاتی بوده، چی بوده، دیل میکنه با نیوشا ضیغمی، قرار میذاره تو دفتر این سپاهی. اسم طرف چی بوده؟ مصطفی میرزایی. کد ملیش هم بهتون میگم چون برای بچه بالا شاید این ویدیو رو ببینن، ببینید که تو خودتون هم دلادوز دارید، تو خودتون هم آدمی دارید که از خود
شون خودتونه و داره سوء استفاده میکنه. میخواد گردن نگیرید، من نشون به اون نشون که کد ملیش هم به شما میدم 207 50 323 41 دیگه بقیه‌اش بماند. فقط اینو دادم بدونید من تا چه حد آمار ریز دارم از این افراد. خلاصه میرن تو دفتر این سپاهی، شوهر اینو نیوشا زیغمی و اون مرد سپاهی که اونجا بوده همونجا نیوشا زیغمی رو خف میکنن، ازش چک و سفته میگیرن، معادل اون پوله و ساعت رولکسش هم از دستش در میارن، نزدیک 2-3 میلیارد بوده و میگن پاشو برو. بعد از اون اتفاقی که میفته الان شوهر نیوشا زیغمی هم شکایت کرده از شوهر الهام حمیدی، خود نیوشا زیغمی هم شکایت کرده از الهام حمیدی به جرم زورگیری و اصطلاحاً حرکتایی که کرده بوده برای سفته و چیزهای مختلفش. الان هم من شنیدم که گویا شوهرش اون بدهی 14-15 میلیاردی که به دخترموش داشته رو پس داده و از زندان آزاد شده، ولی خب ماجرای طلاقشون همچنان پابرجا هستش و این دو بازیگر حسابی دور هم دیگن و گیس و گیس کشیه که دارن با هم دیگه عکس‌ها رو میذارن. خلاص خواستم بهتون بگم که از این بازیگرا واسه خودتون بت و خدا نسازید. راجع به سریال رالیتی شو پدرخوانده هم سعی میکنم که توی ویدیو جدای تخصصی راجبش صحبت بکنم که متوجه بشید که چه تقلب‌هایی توی سریال پدرخوانده شد و ارتباط بهار افشاری این چهره با یه سری عوامل که بهش لو میدادن نقشا رو و چجوری این کارت‌های نقش‌های مختلف رو هم عوض بدل میکردن که هر کسی اون نقش مورد نظر خودش داخلش باشه. توی ویدیو کامل میگم، بذارید بگم دیگه، حالا یه عده شاید بگم آقا چقدر لفتش میدی این صحبت، هم تو ویدیو میگم چه اشکالی داره. بعد توی ویدیو هم کاملتر میگم، ولی تو اون ویدیو اگر دوباره اینا رو به عنوان مقدمه گفتم باز نگید چرا حرف تکراری ولش کن منصرف شدم حالا توی ویدیو آره ولش کن، میدونم یه عده اذیت میشن. خلاصه این قسمتی از این فساد بازیگرا بود و اتفاقاتشون بود. برای همینه بهتون میگم آقا بازیگرا بت نسازید، از بازیگرا خدا نسازید و اینا هم تو زندگیاشون اتفاقات عجیب و غریب رو دارن. حتما کانال یوتیوب برام پشت پرده رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، راجع به موضوعات مختلف و اتفاقاتی که تو سریال پدرخوانده و چیزهای مختلف هم رخ داده حتما تو ویدیوهای دیگه براتون افشاگری میکنم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید و ممنون از شما.